خدا گفت سامانی داری یا دلار داری یا دیگر نمودی پولها را داری؟ افضل ترین پیغمبر، افضل دینار، کدام سامانی از همه در سامانی افضل تر است؟ همان سامانیه که حبیب خدا گفتن که اگر انسان ینفقه علی عیالی، زن و فرزند خودش سیر کنه، افضل ترین سامانی، افضل ترین پول همان پوله که اگر گفت از همان پول زن او فرزند او سیر باشد. آمد ماه شریف رمضان را به همه شما مبارکباد گفته دوستان عزیز، پدران، مادران، کتاب مقدس کلام الله میتونین همچو تحفه خریداری کنین، به یار و دوستان باشه، مقصد پدرکه کنین. به نهایت چیزی خوبه، آینده روز قیامت شما ده ما و شما ده کمک میکنه. در اینجا نگاه کنین بچه چه عربی قطعی نویسندگی، در اینجا تاجیکی قطعی، در اینجا باشه معناش با کریلیکی فهمانده شدگی. کسانی که میخواهند همین کتاب مقدس داشته باشند زکات کنین، یا که پدرکه به یگان پدر، مادر، جوره، یار و رفیق همچو تحفه اقدام به خاطر روز آخرت فرد و روز قیامت همین چیزا فکرشو داشته باشند، همین چیزا خریداری کنین. کدام سامانی از همه در سامانی افضل تر است؟ همان سامانیه که حبیب خدا گفتن که اگر انسان ینفقه علی عیالی، زن و فرزند خودش سیر کنه، افضل ترین سامانی، افضل ترین پول همان پوله که اگر گفت از همان پول زن او فرزند او سیر باشد، زن او فرزند او از خوراکه و از پوشاکه تامین باشد. این افضل ترین صدقه، افضل ترین دینار پیغمبر خدا بها دادن. دوم چی گفتن؟ دوم گفتن افضل ترین دینار همان دیناری هست که انسان ینفقه علی دابتی، در اسبش، در خرش، در گاو، در گوسفند، در آن مالی که در خانه دارد یا ماشینی که برای خدمت دارد، در همون وقت تأمین میکند. اینم پیغمبر خدا گفتن افضل ترین پول، افضل ترین سامانی انا همین سامانی هست. سوم چی گفتن؟ و ینفقه الرجل علی اصحابه فی سبیل الله. باز گفتن افضل ترین سامانی، گفتن پیغمبر همون سامانی هست، همون پولی هست که اگر انسان در رفیقی را میبیند که بیچاره شرایط ندارد، بیمار است، میدهد میگه رو تبابت کن. رفیقی هست بیزن است، دستش میرسد رو زن بگیر. رفیقی هست میاد مراجعت میکند، مادرم بیمار است، برای مادری او میدهد. یعنی افضل ترین سامانی پیغمبر گفت همان سامانی هست که انسان برای رفیقش صرف میکند، برای رفیقش. لیکن اعظمها اجرا، لیکن گفت بزرگترینش کدام است؟ هر وقتایی که مرد بر زن و فرزندی خودش صرف میکند. این حبیب خدا گفتن افضل ترین دینار، افضل ترین خیر انا همون خیری هست که انسان برای زن و فرزندی خودش تأمین کند. من برای چی اینقدر تاکیدن گفته ایستادم؟ زیرا که امروز شما مالهاتان در راههای بیهوده صرف میکنید، لیکن زن و فرزند شما از مال شما برخوردار نمیشود. زنهای شما شکایت دارد، فرزندهای شما شکایت دارد، لیکن شما مال و پولهاتان در راه دیگر صرف دارین. شما مالهاتان در راه حرام صرف دارین، لیکن رحم به فرزندت به زنت نداری. حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. حدیث صحیح است، حدیث متفق علیه است. کفایت کننده است برای انسان از روی گناه، یعنی اینقدر گناه برای تو بسنده است که تو را دوزخ برند، ان یضیع من یقود، اگر حق زن و فرزندت در راه نامناسب صرف کنی، همین گناه گو برای تو بس است. حبیب خدا را ببینید تاکید چه؟ ندارم گفت مرد، ندارم ای حبیب خدا ندارم. تو نداری گو رو کار کن برای جان خودت، برای تربیه فرزندت، برای تأمین زنت صرف کن. همینم گفت صدقه هست. ابدأ بنفسك فتصدق علی فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك.
حبیب خدا میگه اولین پولی که در دست شما میقاتد. جوانای عزیز، امروز الحمدلله شما تاجر شدین، امروز الحمدلله که شما پول به دست شدین. مبادایی که اولین پولی که در دست شما میقاتد، مبادای در دست یکی از شما $100 میافتد، $500 میافتد، $1000 میافتد، حبیب خدا راهنمایی دارد. همین پول چیکار کنی؟ میگوید ابدا بنفسی، رو بازار، میگوید آن لباسی که برای خودت معقول است برای جسد خودت بخر. از همان سر پول رو لباسات خوب کن، تاقی خوب بخر. خب لباسات تامین کردی، بیا به خانه، عائلت بگیر، فرزندهات بگیر، رو برای اونها هم لباسی خوب بخر، برای فرزندات کتاب بخر، سمکه بخر، رو در دستت میرسد بهترین مکتب دا بگذارش، تحصیل کردن بگیره. حبیب خدا گفت الکی تمام شد، یعنی سومی که در دستی تو بود الکی شکمی خود سیر کرد، لباس تا تامین کرد، زن تا سیر کردی، فرزندات تا تامین کردی، فلی اهلی کرد، اهل تا تامین کردی، فلیزی قرابتی، تقه داری، عمکی داری، خاله داری، عمه داری، کش تبارت خبر بگیر، رو از این مال و ملکت کش قومیت یاردم کردن بگیر. حبیب خدا گفت مبادایی که از اینها هم که پول زیادی کرد، این زمان چیکار کن؟ فها کذا و ها کذا. انا مرحمت گفت مرد میدان شو، دیگر هر طرفی که مثال کاری خیری که هست صرف میکنی، صرف کردن بگیر. افسوس که امروز، افسوس که همان رحم و انصاف چی در پیشواها ما نمانده است، چی در مردم ما نمانده است. اگر تا زمانی که ما با یک برادر ما رحم نداشته باشیم، تا یک زمانی که برادر ما و شما با کم خراجاتی اگر دلالت نکنیم، باور کنین ایمان ما و شما کامل نیست، ایمان ما و شما کامل نیست. این ایمانداری نیست که من یک برادرم شرایطش نرسد مجبورش کنم که اکل خیر داری نداری کردن بگیر و رفته از بری بالا نشینم و بهترین طعام ها و همون گوشت بلند برداشته خایدن بگیرم. همین انصاف است؟ این انصاف نیست. یک قصه از دوره صحابه پیغمبر رحمت تماشا کنین، مهربانی و دلسوزی را تماشا کنین و از این قصه ها را شنیدن پس چق نکنین، بلکه عبرت گیرین. اینا برای عبرتن. یکی از صحابه پیغمبر میگه جنگ یرموک شروع شد، بچه عمکو میگه در همین جنگ اشتراک داشت. وقتی جنگ اتمام یافت، تمام شد، یک مشکی آب گرفتم و به میدان جنگ رفتم. گفتم شاید بچه عمکم در هر جایی که باشد تشنه است، از همین آب برخوردارش میکنم. بگن میدان جنگ رفتم، میرم میگه در یک گوشه بچه عمکم یردار است، خیلی جراحت وزنی میبرداشته است و در نزع جان است. با اون نزدیک شدم، آب نشان دادم، اشاره کردم آب می نوشی؟ اون نزدیک بیار آب می نوشم. وقتی نزدیکی او آوردم تا بلب همین بچه عمکم رسیدن که از پهلوش یک مسلمان دیگر که اونم جراحت برداشتگی بود و بلند آواز داد آب. میگه این بچه عمکم وقتی صدای او را شنید به من اشاره کرد، پیشی وی را گفت، در حالتی که خود حضرت جراحت وزنین داشت، خودش تشنه بود، گفت پهلوم دا برگفت. وقتی میگه پیشی وی رفتم نگاه میکنم هشام ابن ابی العاص است و نزد زبان او نزدیک آوردم مشک آب که از پهلوش یک برادر دیگر فریاد زد آب. میگه هشام به من اشاره کرد، نزدی وی را گفت. وقتی به پیشی وی تا رسیدم گفت که جان وی الکی از بدنش جدا شد. آمدم پیش هشام که الکی جان به حق تسلیم کرده است، آمدم پیش عمکم که بچه عمکم جان به حق تسلیم کرده است. مهربانی را بگیر. در یک حالت خیلی مشکلات حضرت آب ننوشیدن، به دلالت به امرش کردن، به رفیقش کردن. برای چی؟ این برای که المسلم اخ المسلم لا یظلموه ولا یخونوه ولا یکذبوه ولا یحقروه. حبیب خدا میگوید مسلمان برادر مسلمان است.
همه شما مسلمانین الحمدلله. الحال در همینجا مردمی هست که پهلو با پهلو نشستین با یکدیگرتون قهری هستین. چگونه مسلمانی است؟ در پهلو یکدیگر نشستگی هستین، بیرون لبران یکدیگر را سیاه میکنید، غیبت میکنید. این چگونه مسلمانی هست؟ حبیب خدا گفته ایستاده است مسلمان برادری مسلمان است. دروغ نمیگوید مسلمان مسلمان است. خیانت نمیکند مسلمان مسلمان است. بی قدر نمیکند مسلمان مسلمان است. خیانت نمیکند مسلمان مسلمان است. بی رحمی نمیکند مسلمان نسبتی مسلمان. این رحم انصاف باید که ما در وجود ما راه دهیم. این رحم انصاف از اسلام است. برای چی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ برای چی؟ به نام آن پروردگاری که رحمان و رحیم است، بخشنده است، بخشنده است، مهربان است، غمخوار بندگانش است. مادام پروردگار که غمخوار ما باشد، چرا ما غمخوار نباشیم؟ چرا غم یکدیگر ما نخوریم؟ در دوام چی گفتند؟ در دوام گفتند فَإِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، ای حبیب خدا، مادامی که با دست هم کار کردن نتوانستم در زمینو، مادامی که همین عمل انجام ندادم، چیکار کنم؟ حضرت چی گفتن؟ قال تعین ذا الحاجة الملهوف. مادامی گفت اگر قوه کاری نداشته باشی، یا مادامی که تو اگر از عهده کار نبرایی، یا مادامی که اگر تو آنقدر مبلغ نمیابی که حتی شکم خودت و زن و فرزندت تامین کنی، چیکار کن؟ گفت تعین ذا الحاجة الملهوف. اگر میبینی یک موی سفید که خیلی مانده شده است، یا یک مادر خیلی مانده شده است، در دستشان بار است، یا یک کار دارن بیچاره از عهده کار نمیبرن، رفته اونها را یاردم کن. این هم صدقه است. گفت پیغمبر این آداب الله که از بین جوانان قریب که گم شده است. کم از آن جوانی که اگر یک همسایه‌ای که موی سفید داشته باشد، یا یک مادری پیرانسال باشد، از او پرسان کند ماما یگان خدمت داری، بابا یگان خدمت داری؟ اینا هیچ جوان نمیگوید. حبیب خدا دلالت دارد اگر کدام انسانی که پول دادن نمیتواند، خیر کردن نمیتواند، یک آدم رفته دست شگیرد، یک آدم خدمت انجام دهد، این هم گفت صدقه در راه الله است. صدقه معنای را ندارد که ما خون کنیم، صدقه معنای را ندارد که ما گاو تانده کشیم یا دیگر مالها را ذبح کنیم. حبیب خدا میگه احب صدقه الی الله تبارک و تعالی، دوست داشته ترین صدقه به سوی پروردگار چی است؟ قول الحق. حتی یک سخن راست گفتن این بهترین صدقه به سوی الله است. وقتی آدم راستگو باشد، حتی راست قولی را پیغمبر گفت محبوب ترین صدقه به سوی پروردگار است. در دوام این مرد باز پیغمبر را سوال کرد ارایت ان لم یستطیع، ای پیغمبری خدا، اگر مبادا یک موی سفید یاردم نکردم، یا یک مادر پیرم یاردم نکردم، نتوانستم، باز چی دلالت داری؟ قال یأمر بالمعروف او الخیر. پیغمبری خدا گفتن مادامی گفت بچم گفت پول نداری که خیر احسان کنی، مادامی که گفت قوت نداری یک کس یاردم کنی، یا در زمین کار کردن نتوانستی، با مردم امر معروف کن، مردم با صحبت خیر کن، با سخن خوش با مردم صحبت کن. این هم گفت صدقه در راه الله است. این جوان در آخر چی گفتن؟ ارایت این لم یفعل یا رسول الله، اگر گوی پیغمبری خدا اگر نتانم گپی خوبه گفته چی؟ اگر امر معروف کردن نتوانم، مثل بعضی از برادرایی که امروز دل خراشند، بعضی از برادرایی که امروز زبان خوش ندارند، فقط در زبان آزار، فقط دشنام، فقط تحقیر، و اگر زبان حتی باشد چی؟ حضرت چی گفتند؟ یمسک عن الشر فانها صدقه.
بهترین جمله ها، بهترین توصیه ها، کو گوشه که اینها را گوش کند، کو دلی که اینها را قبول سازد تا که نیکبختی و دنیا و آخرت او را یار شود. کجاست همون گوش؟ کجاست همون دل؟ ای حبیبی خدا، اگر نتوانستم زبان خوشخط مردم صحبت کرده، نتوانستم، فقط کارم غیبت باشد، چی؟ حالا امروز مردها از زنها گذرانیدن در غیبت. هر جا میره غیبت، هر جا میره فلانی را فلان کس فلان گپ گفت. ایزا نمیکشی؟ شرم نمیداری؟ از خدا نمیترسی؟ شب معراج این افسانه نیست. شبی که پیغمبر خدا رخصتی شدن، دعوتنامه داشتن، به نزد الله رفتند. وقتی نزد الله رفتند، حبیب خدا میگد لما عرج بی مررت باقوام لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیش یک قومی گذشتم، خیلی قومی کلام بود، شاید 1000 نفر، شاید 100,000 نفر. چی وظیفه داشتند؟ ناخونهای دراز دراز از میس پروردگار با آنها تیار کردگی بود. با این ناخونها با دست خودشان چیکار میکرد این قوم؟ همین چهره روی که گوشتی ملایم دارد همین را میخراشید و میغلطانید. این روی دلهای ملایمی که داشت اینها را خونشار میکردند. باز اینها برقرار میشدند، باز اینها سر میکردند. در بدن یک سوزن بزن، درد سوزن تصور کن. نداری طاقتی یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن؟ حضرت میگوید قوت یک سوزن نداری، از آتش دوزخ نمی ترسی. این کندن روی و خراشیدن بالای سینه کاری آسان نیست. حبیب خدا غمگین شدن. من هم یا جبرائیل. شاید حبیب خدا گریه هم کرده باشند. اینها کیها باشند که در این قدر عذاب سخت گرفتارند؟ حضرت جبرائیل چی گفتند؟ هم یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. حبیب خدا گفت اینها کسانی بودند در دنیا که دو عیب داشتند، دو جنایت داشتند. یکم این که هر جایی که یک برادرش خلوت که میافت و غیبتش میکرد. هر وقتایی که یک برادرش اگر در حضورشان نباشد در حال غیبت در حق او سر میکردند. اینا گو یک جنایت همین بود. دویم جنایت همین بود که یقعون فی اعراضهم، میخواستن قدر و قیمت یک برادرشون را پست سازند. در هر جا او را هر گونه تحقیر و هر گونه تهمت میکردند. چگونه ای که امروز بعضی تهمت ها در راست ماست. کمتر از خدا ترسید، کمتر از خدا بترسید. آن صحبتی که من برای شما میکنم باوری دارم که اگر همین صحبتی مرا ناریخته و ناچینده در کدام اداره نباشد، در کدام شخص نباشد رسانید، انشاءالله من باوری دارم برای من صدها مکافات روان میکنن. لیکن افسوس که شما سخنی درست نمیرسانید، افسوس که شما سخن خوب نمیرسانید، افسوس که این غمخواری های ما را در حق خودتان نمیرسانید، بلکه شما برعکس میرسانید. حضرت گفتن دو جنایت داشتن، یکی یکدیگر را چیکار میکردن؟ غیبت میکردن. دوم یکدیگر را قدر قیمتش که در پنهانی میافتن و او را قدر قیمتش پس میکردن. حبیب خدا گفت و سوی این مرد که سوال داد اگر نتوانم امر معروف و سخن خوب گفتن نتوانم چیکار کنم؟ یمسک عن الشر فانها صدقه. پیغمبر خدا گفت از بدی و بخیلی و بدگفتاری باز ایست، این هم برای تو صدقه هست. سخن خوب نمیدانی، امر معروف نمیدانی گفت، مادام ندانی گفت، از تحقیر یک برادرت باز ایست، از دشنام باز ایست، از غیبت باز ایست، برادرت دشنام نکن، این هم برای تو صدقه هست. این است تفسیر حدیثی پیغمبری خدا. هر کدام ما و شما از این حدیث، از این صحبت باید که خلاصه برآوریم.
رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوت خانه گور. و او قرآن به هم آنجا درآید، به طاق جانبی سر می براید. درآید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. شود همراه او از جانبی راست، دلاسا می کند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. نجات یابد از هر سختی گور، چراغان است گوری او پر از نور. رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوت خانه گور. و او قرآن به هم آنجا درآید، به طاق جانبی سر می براید. درآید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. شود همراه او از جانبی راست، دلاسا می کند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. نجات یابد از هر سختی گور، چراغان است گوری او پر از نور. بکن جهد ای پسر در حاصل نور، منور تا بگردد خانه گور. حضرت جنونی را خدا رحمت کند، در این مصرع‌های شعری چی میگوید؟ وقتی شما این دار فانی را ترک میکنین و به دار باقی خانه قبر که میروین، تمام این طاعت‌های شما، تمام عبادت‌های شما، تمام خیر احسان شما را در یک تاقچه از بالای سر از جانب راستی شما برای حفاظت شما باز می‌ایستادند، شما را محافظت میکند، دلاسا میکند به هر خواه. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. وقتی سوال می شود ای بنده خدا در دنیا چه عمل انجام دادی؟ نماز تو گواهی می دهد من نمازش هستم، روزه تو گواهی می دهد من روزه او هستم، پول و مال تو گواهی می دهد من پول و مال این بودم که در راه خیر مرا صرف کرد. حضرت مولوی می گوید بکن جهد ای پسر در حاصل نور، بگردد تا منور خانه گور. جهد کن، کوشش کن، صرف کن تا که پشیمان نشوی، تا که خانت خواهی خانه گورت منور شود، مثل همین مسجد واری روشن باشد. در دنیا مهنت کن، زحمت کش، خیر و احسان کن، انشاءالله خانه گوری تا هم آباد است. این است البته به البته آن چیزی که ما از خیر احسان میخواهیم بهر شما رسانیم. برای بندگان خدا مشکلات نیاریم، بگذارین هر یک بنده خدا آن مقداری که دارد همان مقداری خودش صرف کند بس است. ما از او زیاد طلب نکنیم. در عرفیت ما و شما مثل‌هایی داریم، از کرپت پات زیاد دراز نکن، همون کرپه‌ای که داری از همون کرپه پات درازتر دراز نکن، یعنی با قد کرپت پات دراز کن. از کرپه که با پاکی بیرون که آمد پایها شما میدانید که او در کدام حالت قرار میگیرد. مقصد که هر یک آیتی که خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها را باید شعار ما و شما کنیم. هیچ بنده ما تکلیف نمیتون مگر قدر قوتش. از قوت زیاد زور نزنید برادرای عزیز. کسی از قوت زیاد زور زد میگد میانش میشکند. میان شکستن این است که ما و شما قرضدار میشویم، ما و شما طلبنده میشویم، ما و شما روزگارمون بسیار بی برکات میشود. بیایید سخن خدا را گیریم، بیایید سخن پیغمبر خدا را قبول کنیم تا که ما و شما در دنیا آسوده زندگی کنیم، تا که همون زن و فرزند ما و شما از ما راضی باشد، تا که همون نانی که ما و شما زیادی میدیم راحت مردم میبیند همون راحت زن و فرزند ما بیند. به نهایت نیک میشود، به نهایت خوب میشود. خواست من هم همین است. این خواست من نیست، این خواست الله است و این خواست رسول اوست. افسوس که همین صحبت هایی که من برای بیچاره‌ها و نادارها کرده ایستاده‌ام که اگر پیام جناب عالی را گوش کرده باشین همون جمع اشاره کرد آدم های دارا مردم های بیچاره و فقیر را یاردم کنین، یتیم ها را یاردم کنین.
ما یاردمتان میکنیم، لیکن شما به قدر این صحبت ها نمیرسید. چنان باز خیر احسانی که از طرف آدم فقیر می شود، بعض دولتدار و یک کرده نمیتواند، بعض دولتدار عاجز می آید. امروز مسابقه شده است، امروز خیر احسان طرف ریا را گرفته است. میبیند همسایه بهتر کرد، باید از او را بهتر کنه. من از او چی کمی دارم؟ تو کمی زیاد داری، تو مال نداری، تو پول نداری، تو رفتی درآمد نداری، تو کمبودیات خیلی زیاد است. افسوس که کمبودی در خودت نمیبینی. پیغمبر خدا میگن من تصدق یرائی فقط اشرک. کسی که اگر صدقه میکند نه از برای خدا، فقط برای نشان دادن، او شرک به الله آورده است. از شرک خدا نجات دهید، از شرک پرهیز کنید. این است موضوع صدقه ما و شما. این مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته. حبیب خدا میگوید وقتی بنده مؤمن از دنیا میگذرد، وقتی در خانه قبر که خواب میکند، تمام دیگر وی نه نیکی کرده میتواند نه بدی کرده میتواند. نامه اعمالش پوشیده میشود تا روز قیامت، مگر چند طایفه را نامه اعمالشان کشاده هست. در قبرم که باشد خوش به حالشان. اینا کیها باشند؟ کاری کنین از همین طایفه باشین. علما نشره، کسی که علم اسلام در بین مردم منتشر میکند، تمام مردم از اسلام خبردار میکند. یکی علم حق را، علمهای باطله و مسئله های نادرستنی که امروز باعث فتنه و باعث اختلاف شدند، علم حق، مسئله درست، حدیث صحیح پیغمبر در بین مردم آن کسانی که منتشر میکنند، اینها اگرچه در قبر خوابم که باشند، نامه اعمالشان در ثواب رفته ایستاده است. علما نشره او ولدا صالحا ترکه. دویم گروش کدام است؟ کسی که در دنیا فرزند خوب باقی میماند و میرود، فرزند سالم، فرزند صالح، فرزند نمازخوان، فرزند خداگو، فرزند خدا ترس، فرزندی که فایدهش چی در اسلام و چی در این جمعیت میرسیدگی، دختری با حیا، دختری خدا ترس باقی میماند و میرود. اگرچه در خوابم، پدرش خوابم که در قبر باشد، این عملهای نیکی فرزندش در نامه اعمال پدر و مادرش رفته ایستاده است. او مصحفا ورثه، خوش به حال او پولدارهایی که برای طالب علم قرآن میخرند. کسی که در دنیا از پس خودش یک قرآن میراث میماند و به خانه قبر میرود، تا وقتی قرآن او را یک برادر میخواند، ثواب هر یک حرفی او در خداوند حسنات در نامه اعمال او انسان می نویسد. او مسجد بناه، آن برادرانی که امروز ما را کمک کردن مسجد بنا کردیم، اونها هم اگرچه در قبر خواب میکنند، لیکن این یاردم اونها، این مسجد ساخته اونها، ثوابش در نامه اعمالشان می رود. من بنا لله مسجدا بنا الله له قصرا فی الجنه. کسی در دنیا اگر یک مسجد بنا کرد، خداوند چنان قصر برای او میدهد که اگر وی نرخ کنی شاید که عددها کمی میکند، وی نرخش دیگر حساب ندارد. اون قصر که خدا برای شما میدهد چنان بلند هست، میگد قصر که حتی انسان تصور میکنه که ستاره در پیشش است. اینقدر قصر بلند خدا برای آن کسانی که در دنیا مسجد بنا میکنند نصیبشان میگرداند. او بیتا لابن سبیل بناه، دیگر طایفش کدام است؟ کسی که در حالت زندگیش یک مهمانخانه برای مردمی که مسافر میشوند بنا میکنند. تا حال من نشنیدم که یگان نفر پیدا شده باشد یک مهمانخانه برای مسافرها بی پول تأمین کرده باشد و همون بخشیده باشد که همین برای مسافرها. تا حال من نشنیدم. شاید که بعد این صحبت یگان برادر مالدار باشد که همین مهمانخانه را رخصت گیرد از حکومت دارا و در یک جا بنا کند، یک مسافرخانه برای آدمایی که از بیرون آیند دیگر در بدر نشوند،
خانه به خانه نشوند، همان مسافرخانه در رفته خواب کنند. یا امروز در شهر ما و شما سیر میکنیم، هست برادرایی که شرایط دارن لیکن شاید از همین ثواب درک نداشته باشند، یک حاجت خانه در همین شهر با طریق حاضر زمان رفته تیار کنند. یک حاجت خانه، جای همون نشستش، جای برای طهارتش، همون جای یک بیناش تیار کنند، ساز کنند. و حتی همون یک آدمی که در همون جا میگذارن به معاش و علاقه مثال درآمد خود چه مییابد، در همون جا نشسته و خدمت همین مردم کند. خوب ثواب است، خوب ثوابی کلان است. یا یک برادر پیدا شود یک تالار برای مشق همین بچه ها تیار کند، مخصوص یک تالار تیار کند برای دویدن، برای گوشتین گرفتن یا برای دیگر نمودهایی که برای جسم انسان، برای بدن آدم آب تاب دادن تیار کند، برای بچه های ما و شما تسلیم کند. اینا همه ثواب دارند. یا امروز من میدانم چندین وکیل ها در این مسجد من اشتراک میکنند. خوب میشد از همون برادرهای همون اطراف پول جمع میکردند و برای بهبودی همون محلشان، چه آوردن آب، چه آوردن گاز، چه تعمیر همون راههایی که در همون محله ها دارند، بهترین ثواب است، ثواب است. او نهرا اجراهو، دیگر طایفه کی است؟ دیگر طایفه همون طایفه ای که نهرا اجراهو یک چاه میکند، یعنی یک آب را میارد به یک محله. اینم از کسانی هست که در قبر خواب است و این تربه هایی که کشیده در خانه های ما و شما راست کرده است، ثوابش در نامه اعمالش رفته ایستاده است. در آخر چی گفتند؟ او صدقه اخرجها من ماله فی صحته و حیاته تلحقه من بعد موته. آخران گفتند کسی که در حال صحتیش، در حالت داراییش، در حالتی که قدرت دارد، در حالتی که بالای ملکش خودش خود جهین است، در همون حالت وقتی که از مال خودش یک سامان هم که باشد برارد دهد، این برای او بهتر است از اوزی که از بعد او خیر احسان میکند. لا یتصدق المرء فی حیاته بدرهم خیر له من ان یتصدق ب100 عند موته. پیغمبر خدا میگوید انسان وقتی میمرد 100 سامانی از پشت او صدقه میکنند، از اون دگو افضلتر و ثوابتر در یک سامانی هست که انسان در حال حیاتش به دست خودش خیر کند. مرحمت اگر کدام این میخواهید، از کدام طایفه اینها باشین، خوش به حالتان.